سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو قصد دارم در رابطه با روند اخراج مهاجران افغان از ایران به افغانستان عرایض رو خدمتتون مطرح بکنم و نقدی دارم به روند اخراج مهاجران افغان از ایران و همچنین سعی میکنم با یک دید بی‌طرف به شرایط نگاه بکنم. امیدوارم که مورد پسندتون واقع بشه. پیش از این که بریم سراغ عرایض بنده در این ویدیو، من یک گزارشی از شبکه در واقع کانال BBC رو دیده بودم که فکر کردم بد نباشه که اون رو توی این ویدیو بیارم که پیش از آغاز عرایض بنده این ویدیو رو با هم میبینیم و سپس به ادامه ویدیو میپردازیم. ممنونم از همراهیتون. سالها زندگی را در چند ساک و چمدان جمع کرده و راه افتادند. پای در راهی نهادند که دشوار است. سفر طولانی است، آینده هم نامعلوم. بسیاری از مهاجران افغان که از ایران اخراج شدند کودکند. یونیسف گفته بیش از 5000 کودک بدون خانواده‌هایشان به افغانستان برگشتند. بسیاری هم دخترند. دخترانی که در افغانستان اجازه تحصیل ندارند و معلوم نیست چه آینده‌ای در انتظارشان است. برای ما در یونیسف آنچه نگران کننده است این است که 25% از تمام این بازگشت ها را کودکان تشکیل می دهند. یعنی کودکانی که آسیب پذیرند، یعنی کودکانی که نیاز به مراقبت و حمایت دارند، چون ترکیب جمعیت تغییر کرده. ما شاهد ورود خانواده ها به صورت گروهی هستیم، اما فراتر از این و در میان همه اینها کودکانی هستند که بدون همراه یا جدا افتادند، به این معنا که آسیب پذیری آنها از کودکان دیگر هم بیشتر است. اواخر ماه مه ایران اعلام کرد که افغان‌های بدون مدرک باید تا 6 ژوئیه یعنی دیروز کشور را ترک کنند. آمار دقیقی از کل افغان‌های ساکن ایران وجود ندارد، اما برآورد شده که دست کم 6 میلیون هستند. دستور خروج ممکن است شامل 4 میلیون نفر آنها شود. ما پاسپورت داشتم، ویزا داشتم، پاسپورت ما را پاره کرد. چرا؟ این گوشی ما را میدن کرد. یعنی ما انسان نیستیم، ما بشر. 4 روز ما را لطو کوب کرد. دستگیره برقی ما را زیر تایر ماشین کرد. همه چیز ما را گرفت. ما گوشواره زن خدا پروختم، پاسپورت خدا شروع کردیم. پاسپورت ما ویزا داشت. اینجا بایومتریک چوام. بعضی هم از بدرفتاری حکومت و بعضی از مردم ایران شکایت دارند. ما دیگه تا زنده باشیم ایران هم برنمیگردیم تا زمانی که همین تامین امنیت باشه، همین قانون باشه، همین نظم باشه. ما نوکر وطن خود، ما خاک وطن خود سجده میکنیم. هر که به وطن خود بیای خریدیم با خدا وطن ما گدایی کنیم، وطن ما میتاره. اصلا نه آب درست حسابی داشتن، نه غذا داشتن، رفتار انسانیت اصلا با ما اون رفتار نمیکردن. این روزها تصاویری هم از بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران منتشر می شود. این یک نمونهش، سیلی زدن به یک پسر افغان در شهری که مشخص نیست کجاست. اما بعضی هم کمک حال افغان ها هستند. اینجا در بلوچستان عده‌ای برای مهاجران افغان غذا درست کردند. این هم تصاویری که از کمک شهروندان بلوچ به مهاجران منتشر شده در نزدیکی اردوگاه قدیر زاهدان. وزیر کشور ایران اخیراً گفته برخی از افغان‌هایی که در 2-3 سال اخیر به ایران آمدند با هدف آمدند. حکومت ایران برخی از افغان‌ها را به جاسوسی برای اسرائیل متهم کرده. اخراج افغان‌ها از ایران نگرانی از افغان ستیزی را افزایش داده. این بیانیه کانون نویسندگان ایران. ستیز با مهاجران و اخراج آنها بخشی از پروژه گروه‌های نجات پرست و ناقض حقوق مسلم انسانی است که در سالهای اخیر در نقاط مختلف دنیا قدرت را در دست گرفتند. این اندیشه سیاسی متعلق به کسانی است که با سوء استفاده از اضطرار پناهندگان به خود اجازه می‌دهند هم نیروی کار آنها را هدف استثمار قرار دهند، هم از آنها در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی به عنوان اهرم فشار استفاده کنند. بسیاری از این مهاجران دهه‌هاست که در ایران زندگی می‌کنند. بسیاری در ایران متولد شده، درس خوانده و خانواده تشکیل دادند. حکومت ایران میگوید افغان ستیز نیست، اما مهاجرانی را که غیر قانونی می‌خواند دیگر در ایران نمی‌خواهد. فرین آسمی، BBC. امروز در نظر دارم در رابطه با وقایع اخیر در مورد اخراج افغان‌های مهاجر از ایران نکاتی رو با شما در میان بگذارم. امیدوارم که مورد فایده قرار بگیره.
به همین منظور من یک نکاتی رو یادداشت کردم که به خاطر اینکه نکته از قلم نیفته سعی کردم اونها رو یادداشت برداری کنم و برای شما بیان بکنم. امیدوارم که چه موافق و چه مخالف نظرات بنده اگر هستید به راحتی تمام نظرات خودتون رو ابراز بکنید. شک نکنید که نظرات شما چه منفی چه مثبت، منفی که نمیشه گفت، مخالف بهتره بگم، البته عذرخواهی میکنم کلمه منفی رو به کار بردم. امیدوارم اگر نظر مخالفی هم دارید برای من بنویسید، شاید به هر حال نکته‌ای باشه که از دید من غافل مونده باشه. به همین دلیل لطفا من رو هم راهنمایی بکنید. اگر جای خطایی رخ میده در نظرات من، در گفتار من، این برای من بسیار مفید خواهد بود، چرا که میتونه لااقل در برنامه‌های آتی مورد استفاده قرار بگیره. رفع خطاها و پوشش خطاها فرق میکنه با هم دیگه. پوشش خطاها پنهانکاری خطا محسوب میشه، اما رفع خطاها کمک میکنه به بهتر شدن برنامه من، برنامه خودتون در واقع. خب یادتون بالاخره روزهای اخیر یادتون هست که وقتی که جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل تمام شد، حکومت ایران طبق روال سیاست‌های همیشگی خودش که پس از فائق اومدن بر بحران‌های گوناگون یک عملیات ایذایی شروع میکرد به انجام دادن. این بار هم از افغان‌ها شروع کرد، کما اینکه در رابطه با سیاست‌های داخلیش هم کماکان به همون روش‌های اسبق داره ادامه میده. اما در رابطه با افغان‌ها ناگهان شرایط به طور خاصی تغییر کرد، به گونه‌ای که ما شاهد اخراج، حتی بگم اگر ببخشید پله‌ای، این کلمه شاید مناسب نباشه، ولی اخراج گروهی افغان‌های مهاجر پرداخت که البته طبق ادعای حکومت جمهوری اسلامی افغان‌های مهاجر غیر قانونی رو شامل می‌شدن. خب لازم به ذکر که ما اینجا اگر چنانچه ادعای حکومت درست باشه که مهاجران غیر قانونی رو اخراج کرده، بایستی این نکته هم در نظر بگیریم که خب فرق هست بین مهاجر قانونی و غیر قانونی، اما در روش اخراج هیچ فرقی نخواهد داشت. برای همین من یه سری نکاتی رو یادداشت کردم که فکر می‌کنم مناسب باشه برای اینکه با شما هم در میون بگذارم و امیدوارم که به درد شما هم بخوره، شما هم نظرات خودتون رو ابراز بکنید. همچنین از دوستان افغان که این برنامه رو، این ویدیو رو دارن میبینن، امیدوارم نظرات خودشون رو بیان بکنن و بتونن لااقل نقدی هم اگر وجود داره بر من وارد بکنن. این روزها مطلبی که یادداشت کردم خدمتتون عنوان میکنم. این روزها شاهد اخراج گسترده مهاجرین افغان از مرزهای شرقی ایران هستیم. این رخداد بنابر ادعای رژیم اسلامی گویا فقط شامل مهاجرین غیر قانونی افغان شده و هنوز هم ادامه دارد. در ابتدا بایستی در مورد وضعیت یک مهاجر قانونی یا غیر قانونی توضیح کوتاهی را عرض بکنم. واضح است به کسانی که به صورت قانونمند از کشوری به کشور دیگر مهاجرت کرده و با کسب مجوز از دولت آن کشور در آنجا ساکن می‌شوند مهاجر قانونی گفته می‌شود، و به کسانی که به صورت غیر قانونی و بدون کسب اجازه از مقامات کشور مقصد به صورت پنهانی و قاچاقی وارد آن کشور شده سکونت یا فعالیت‌های اقتصادی و کاری برمی‌گزینند مهاجر غیر قانونی و یا مهاجر قاچاق میگویند. خب تا اینجا پس فکر میکنم که مشخص کردیم که چه کسانی مهاجر قانونی هستند و چه کسانی مهاجر غیر قانونی. بدیهی است هر دولتی که به شمار خاصی از مهاجران مجوز اقامت در کشور خود را میدهد قاعدتاً به معنای آن است که با دادن آن مجوز تمام زوایای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و تبعات آن را بررسی و
مورد نظر قرار داده است. خب تا اینجای کار مشکلی نیست. بنابراین یک روند قانونی سپری شده است. اما مسئله دقیقاً در جایی دچار حساسیت می شود که شماری از مهاجران یک کشور به صورت پنهانی و قاچاق وارد یک کشور دیگر می شوند. حال به هر دلیلی. بنابراین ورود چنین مهاجرانی به معنای تحت فشار قرار دادن شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فرهنگی یک کشور دیگر است تا جایی که ممکن است با تعارض منافع در جامعه مقصد بیانجامد. اما سوای تعارضات اقتصادی و سیاسی، جوانب اجتماعی و فرهنگی آن را بسیار دشوارتر از سایر جوانب می‌دانم. چرا که یک جامعه هر چقدر هم که دارای روحیه تساهل و تسامح و دیگرپذیری و رواداری هم که باشد، سرانجام هستند گروه‌های افراطی مختلفی که تحت عناوین مختلف سبب ایجاد تشتت و بحران حضور مهاجران می‌شوند. حال تصور کنید اگر برخورد این گروه‌های افراطی بیشتر روی مهاجرین غیر قانونی و قاچاقی باشد، چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟ متاسفانه مسئله صرفاً به همینجا ختم نمی‌شود. مبحث اصلی من مهاجران قانونی و غیر قانونی افغان در ایران هستند. بنابراین فرقی نمی‌کنه که در این مبحث میخوام این مطلب خدمتتون عرض بکنم که در مرتبه اول فرقی نمی‌کنه که ما بخوایم مهاجران قانونی رو در نظر بگیریم یا غیر قانونی. مسئله اینجاست که رفتاری که با یک مهاجر میشه رو چطور میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. برمیگردم به مطلبی که یادداشت کردم. البته این مطلب تکرار بکنم خدمتتون که این مطلب نظرات شخصی خودم هستش، نظراتی که خودم یادداشت کردم، صرفا به خاطر اینکه فراموش نکنم یادداشت کردم. برمیگردم به متن. مبحث اصلی من مهاجران قانونی و غیر قانونی افغان در ایران هستند و به همین دلیل صرفا مهاجران غیر قانونی را در بر نمیگیرد، چرا که مهاجران افغان چه قانونی و چه غیر قانونی وارد کشوری میشوند که یک سیستم معیوب به نام نظام جمهوری اسلامی بر آن حکومت می‌کند و قوانین حاکم بر مهاجرت آنچنان آشفته، ناقص و ناسازگار با قوانین بین‌المللی و حقوق بشری است که خسارت‌ها و آسیب‌های این قوانین مهاجرتی در این سیستم معیوب نه تنها جامعه ایران که حتی گریبان حکومت جمهوری اسلامی را نیز می‌گیرد، علاوه بر آسیب‌هایی که به خود مهاجران نیز وارد می‌کند. جمهوری اسلامی حکومتی است که همواره از مهاجران افغان به شکل ابزاری استفاده نموده است. به ویژه مهاجران افغان که متاسفانه مرغ عذاب و عروسی حکومت ایران شدند. بدین معنا که هرگاه این مهاجران منفعتی برای حکومت داشته، نسبت به آنان با اغماض و چشم‌پوشی رفتار کرده و هرگاه که احساس کرده بار سنگینی هستند بر دوش، آنها را تحت آزار و اذیت و یا در معرض اخراج قرار داده است. در کنار این رفتار حکومت البته نبایستی از اقشار افراطی و یا قشر مخالف مهاجر و یا مهاجر ستیز نیز غافل بود. حکومت نیز هرگاه خواسته تا به قلع و قمع مهاجران بپردازد، با پروپاگاندای همیشگی و معمول خود و گاه به کمک رسانه‌های حامی حکومت روند فشار و اخراج را تسریع بخشیده است. خب تا اینجا یک تفسیری داشتیم در رابطه با وضعیت مهاجران افغان، چه به صورت قانونی و غیر قانونی در ایران. یک نکته رو من در میان پرانتز خدمتتون باید عرض بکنم که فکر میکنم بد نیست، یک اطلاع رسانی هستش که این را عنوان بکنم.
در تاریخ 18 دسامبر سال 1990 یک سند همه جانبه بین‌المللی شامل یک سلسله موازین اخلاقی و حقوقی توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید که این سند به عنوان یک راهنما و انگیزه برای حمایت از حقوق مهاجران در نظر گرفته شده است که البته ایران این سند را امضا نکرده است و به همین دلیل است که قوانین مهاجرتی ایران پر است از آشفتگی. اما برگردم به موضوع اصلی این ویدیو، یعنی اخراج مهاجران غیر قانونی افغان از ایران. این نکته را نباید فراموش کنیم که هر حکومتی حق این را دارد که یک مهاجر غیر قانونی و یا قاچاقی را به کشور مبدأ خود بازگرداند. و این واقعیت در البته من یعنی کاملا موافق این هستم که هر حکومتی مهاجر غیر قانونی اگر وارد کشورش میشه اون رو بتونه به مبدأ کشور مبدأ خودش برگردونه، اما به شرط ها و شروط ها. یعنی این نمیتونه بهانه و دستاویزی بشه برای حکومت یا اقشار مهاجر ستیز که بتونن هر رفتاری رو بر اونها روا دارن. روشی که حکومت ایران برای اخراج مهاجران افغان در پی گرفت در روزهای اخیر به قدری مشمئز کننده و دور از اخلاق و انسانیت بود که اگر هر کسی ذره بویی از انسانیت برده باشد آن را محکوم خواهد کرد. بنابراین به طرفداران اخراج مهاجران افغان بایست این نکته را متذکر شد که اگر میخواهند روند اخراج را پی بگیرند قطعا بایستی مطابق با کرامت انسانی و مبتنی بر رعایت حقوق بشر باشد. بنابراین یک نکته رو تو پرانتز عرض کردم، بازم من تکرار میکنم، من به عنوان خودم کسی که مهاجر هستم و بیرون از ایران زندگی میکنم این رو با تک تک سلوله های خودم حس کردم که یک مهاجر در یک کشور چه جایگاهی داره، عرض کنم خدمت شما از چه حقوقی برخورداره، از چه حقوقی برخوردار نیست، چگونه باهاش میشه رفتار کرد، چگونه نمیشه رفتار کرد با اون. بنابراین لب کلام این که من موافق این هستم که مهاجر غیر قانونی اخراج بشه، اما عرض کردم خدمت شما این که چجور اخراج بشه رو من دارم مورد بحث قرار میدم. خب یک حکومت و یا اقشاری از یک جامعه آنچنان که در میان برخی ایرانیان دیده شد حق ندارند که صرفاً برای راحت شدن از تبعات مهاجرت غیر قانونی به هر وسیله مانند خشونت و یا رفتارهای غیر اخلاقی و غیر انسانی روی بیاورند. اتفاقاً روی سخنم با همان گروه‌هایی از ایرانیان است که موضوع اخراج مهاجران افغان را دستاویزی برای اطفای آتش بیگانه ستیزی و نجات پرستی خود کرده و در واقع در حال انتقام گرفتن از همه افغان‌ها هستند. گیریم که بخشی از افغان‌ها در ایران باعث به وجود آمدن جرم و جنایت و یا قاچاق مواد مخدر و یا از این قبیل شده باشند. سوال اینجاست که یک خانواده مهاجر، حتی اگر مهاجر قاچاق هم باشد، چه گناهی داشته؟ چرا باید تاوان خطاها، خلافها و بزهکاری مجرمان دیگر را بدهد؟ حتی گیریم که شما آن مهاجران مجرم را نیز خواستید اخراج بکنید. کدام معیارهای اخلاقی، انسانی و حقوق بشری به شما اجازه تخریب، شکنجه، آزار و اذیت آنها را میدهد؟ بحث من در اینجا صرفاً این است که هنگام اخراج مهاجران نبایستی به دید فقط مهاجر به آنها نگریست. اگر معیار اخلاقی و انسانی در ما زنده باشد متوجه می شویم که حتی یک زندانی محکوم به اعدام نیز دارای حقوق انسانی با رعایت کرامت انسانی است. عذرخواهی می کنم. به عبارت دیگر هنگام اجرای قانون بایست انسان را به معنای واقعی انسان در نظر بگیریم، فارغ از آن که شخص چه جرم مرتکب شده
و شخص مهاجر فارغ از آن که شخص چه جرمی مرتکب شده است، شخص مهاجر در واقع با همان حکم اخراج خود در حال کیفر شدن است. بنابراین دیگه نیاز نیست رنجی بیش از اون به اونها وارد بکنیم. شخصی که مهاجر که داره اخراج میشه به هر حال حکومت تصمیم خودش رو گرفته داره اخراجش میکنه دیگه. قرار نیست که شکنجهش بکنه که چون تو ایران به صورت غیر قانونی بودی الان باید شکنجه هم بشه یا مورد تحقیر و حقارت قرار بگیری. اخراج میکنه که اخراج تمام شده رفت، ولی دیگه حقارت و کوچک شمردن جایی نداره متاسفانه. شخص مهاجر در واقع با همان حکم اخراج خود کیفر شده است. بنابراین دیگر لزومی ندارد که طی روند خروج طیف وسیع از مهاجران افغان تحت ستم، بدرفتاری و رفتارهای غیر انسانی قرار گیرند. من بارها از زبان برخی مهاجران ایرانی که در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند شنیدم که از نوع برخورد پلیس و یا مردم آن کشور بسیار شاکی بودند و بیان می‌کردند که وقتی به کشور دیگر مهاجرت کردیم تازه آنجا بود که فهمیدیم افغان‌های ساکن ایران چه رنجی را به عنوان مهاجر متحمل شدند. خیلی از همین مهاجران ایرانی که من با آنها برخورد داشتم اعتراف می‌کردند که وقتی مهاجرت کردند تازه آنجا بود که فهمیدند در ایران نسبت به افغان‌ها چقدر رفتارهای غیر انسانی و نجات پرستانه رخ داده است. همچنین در فضای مجازی پر است از ویدیوها و کلیپ‌های رفتار نجات پرستانه با افغان‌ها در ایران. من خودم به شخصه به هیچ وجه موافق حضور مهاجر غیرقانونی در ایران نیستم. تکرار میکنم. و قاچاق چه در ایران و قاچاق مهاجر چه در ایران و چه در هر کشور دیگری نباید انجام بگیرد و کاملا معتقدم که مهاجرت بایستی با طی کردن روال قانونی آن صورت بگیرد. اما این بدان معنا نیست که وقتی یک مهاجر غیرقانونی افغان زیر دست ما افتاد آن را با شنیع‌ترین و زشت‌ترین کلمات و رفتارها تحقیر و خرد کنیم. و به طور قطع بگویم کسانی که چنین رفتارهایی با مهاجران دارند و یا در فضای مجازی نسبت به مهاجران افغان از مدح‌ها و کلمات زشت استفاده می‌کنند، شک ندارم که جایی از روحیه انسانیشان می‌لنگد، حتی بدون آنکه خود متوجه باشند یا نباشند. شماها می‌توانید مخالف حضور مهاجران حتی به صورت قانونیش هم باشید، اما در این زمینه بایستی یقه مدیران و مسئولان مربوطه حکومت را بگیرید و نه یقه مهاجر مستأصل را که نمی‌داند از حکومت خود بترسد و یا از انسان‌های نجات پرست و حکومت محل اقامتش. اما به نکته دیگر بایستی اشاره بکنم که در این میان خب حرف و حدیث‌های زیادی شد. من دقیقاً نمیدونم چقدر واقعیت داره، اما بسیار مهم است که پس از جنگ ایران و اسرائیل موضوعی اتفاق افتاد که باعث شد که اخراج مهاجران افغان سرعت بیشتری بگیره و این بود که این موضوع اخراج مهاجران افغان همزمان شد با اتهام جاسوس بودن برخی از مهاجران افغان برای اسرائیل، اتهام جاسوسی برای اسرائیل، که همین موضوع باعث شد که یک در واقع کیفر دست جمعی داده بشه به مهاجران افغان. تو گویی همشون جاسوس بودن. نه، چنین چیزی نبود. اگر چنانچه کسی جرمی رو مرتکب شده اون قضیهش فرق میکنه، ولی که شما بخواید تمام افغان‌ها رو با یک چشم نگاه بکنید این خطای بزرگی است. من به شخصه نمیدانم که این موضوع چقدر واقعیت و سندیت دارد، اما این موضوع به خودی خود نشان دهنده میزان عجز و ناتوانی حکومت جمهوری اسلامی در پردازش و اجرای قوانین مهاجرتی خود است. حال چه جاسوسی در میان مهاجران وجود داشته یا نداشته باشد، مسئله وجود یک سیستم معیوب و بیمار است که نمیتواند میزان نیاز حضور مهاجر در کشور را بررسی کرده و طبق آن اقدام کند.
بله این واقعیت دارد که بخشی از مهاجران افغان در ایران پیشتر و در حکومت اشرف غنی سمت‌های نظامی و استخباراتی داشتند. اما به فرض اگر چنین افرادی هم در ایران سکونت داشته باشند باز هم برمیگردد به همان سیستم مدیریت اداره مهاجرت یا هر اداره‌ای که متولی امور مهاجران است. در پایان بار دیگر گوشزد می‌کنم که رفتار اخیر حکومت ایران و برخی از مردم ایران که در فضای واقعی و مجازی رفتار و گفتار نژاد پرستانه با مهاجرین افغان و یا هر مهاجری دیگر داشته‌اند دون انسانیت و دون کرامت انسانی است و خود من هم به شخص مخالف آن هستم. امیدوارم روزی برسد که افغانستان نیز به صلح و آرامش برسد و همزیستی مسالمت آمیز شکل بگیرد تا در کنار یکدیگر به ساخت و آبادی کشور خود همت بگمارند. و البته امیدوارم و آرزو دارم که من هم به عنوان یک عکاس مستند اجتماعی یک روز بتوانم به افغانستان سفر کنم تا یک دل سیر از تمام این کشور عکاسی کنم. فراموش نکنیم تمام مردمان جهان در سایه رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی است که به آرامش میرسند. خب عرض کنم خدمت شما که یادم اومد قبل از اینکه خداحافظی بکنم مطلب رو بگم. من این مطالبی که یادداشت کردم خب شاید باعث شد که یه مقدار روون نخونم. اینم برمیگرده به شرایط اینکه به هر حال به این شرایط که ممکن بود فراموش بکنم، برای همین سعی کردم یادداشت بکنم. خب یادداشتم که می‌کنیم مجبوریم به هر حال یه مقدار توی متن دقت بیشتری داشته باشیم از لحاظ ساختاربندی جملات. این هست که اگر چنانچه متن رو باز روان نخوندم و یا جایی دچار مشکل شدم در خوندن، این رو بگذارید به حساب اینکه خب گهگاهی به هر حال ممکن عدم تمرکز اتفاق بیفته و باعث بشه که مطلب از دستم بره یا اینکه مطلب رو اشتباه بخونم. وسط خوندن من هم که طبق معمول مستر پانی گربه من اومد وسط برنامه و میکروفون رو انداخت یک بار که البته من سعی میکنم اون قسمت رو سانسور بکنم و نشون دادم که چطوری میکروفون رو انداخت. در اصل صورت ممنون میشم که این مطالب من رو اگر شنیدید، چه موافق و چه مخالف نظر من هستید، نظرات خودتون رو ابراز بکنید. توی کامنت ها حتما نظر بدید. شک ندارم که این نظرات چه موافق و چه مخالف به من کمک میکنه که بهتر فکر بکنم. بنابراین خیلی ارزشمند هستید، هم خودتون و هم نظراتتون، چه موافق و چه مخالف، به دور از اهانت و تحقیر. مراقب خودتون باشید. تا بعد.